به نام و یاد خدا. سلام بیننده های عزیز، امید است که جور صحتمند و سرحال باشید. باز هم با پخش یک از ویدیوهای آموزشی دیگر زبان آلمانی در خدمتتان هستم و درس امروز ما درباره چی هست میریم با هم یک جای میبینیم. A1 Lektion 2 درس دوم چی هست؟ Das Alphabet. Das Alphabet. Das Alphabet یعنی حروف الفبا. خب نخستین حرف الفبا چی هست؟ A. A. Der Apfel. Der Apfel یعنی سیب. B. B. Die Blumen. Die Blumen یعنی بلومن چی مانو؟ گلها. C. C. Der Computer. Der Computer. Computer. D. D. Der Daumen. Der Daumen. داون به معنای چانس خوب یعنی موفق باشی. زیادتر کاربردش در جاهایی است که وقتی آدم میخواد امتحان سپری کنه، یک پروژه را ارائه کنه، سمینار، زیادتر دو جا به کار برده میشه و اصطلاح مکملش قسم است که میگه ich drücke dir die Daumen یعنی ما بر چانس بسیار خوب میخوایم. ای ای Der Esel. Der Esel. خر. F. F. Das Fahrrad. Das Fahrrad. بایسکل. G گاف تلفظ میشه. G. G. Das Geld. Das Geld. پول. H. H. Der Hut. Der Hut. کلاه. آی آلمانی ای انگلیسی تلفظ میشه. ای. ای. Die Information. Die Information معلومات. و میرسیم به حرف J. حرف J در زبان آلمانی یوت تلفظ میشه، اما در جمله، اما در کلمه که استفاده شوه چی رقم تلفظ میشه؟ یا تلفظ میشه. یوت. یوت. Der Junge.
Der Junge نوجوان. K K Der Kaffee. Der Kaffee. قهوه. L L Die Limonade. Die Limonade یعنی جوس لیمو. M M Die Musik. Die Musik. Musik. N N Die Nase. Die Nase بینی. O O Die Ohr. Die Ohr. گوش. پی که هست در زبان آلمانی پی تلفظ میشه. پ پ Der Park. Der Park. پارک. کیو کو تلفظ میشه. کو کو. Das Quad. Das Quad. کواد هم یک نوع موترهای است که زیادتر برای نظامیا زیادتر از او استفاده میکنه برای تخریب یگان مواد مخدر مثلا بر تریاک یا استفاده میکنه زیادتر از این موترهای کواد استفاده میکنه اما برای دیگه اهداف ها میتونی کاربرد داشته باشه. R R R R Der Regen. Der Regen. باران. خب آرام میتونه R تلفظ شوه یا هم R. خب در آلمان متفاوت است. یکان سمتاش از حرف آر چی رقمی تلفظ میکنه حرف آر R و در دیگه جای هم R. پس میتونیم هم R استفاده کنیم و هم R. S S Die Sonnenbrille. Die Sonnenbrille. عینک آفتابی. T T Die Taschenlampe. Die Taschenlampe یعنی چراغ بکسی ها یا چراغ دستی ها میتونیم از استفاده کنیم. درست؟ چراغ دستی یا چراغ بکسی. یو او تلفظ میشه. او او. دی
Uhr. Die Uhr. ساعت. و فاو تلفظ میشه. فاو. فاو. دی وانیل. دی وانیل. خب وانیل یک نوع کریم است که زیادتر مردم برای استفاده با خاطر آیس کریم ها میتونه در بینش استفاده کنه، برای کیک ها میتونه استفاده شود و برای زیادتر شیرینی با از این کریم ها استفاده میشه که یکشون وانیل است. W و تلفظ میشه. و. و. Der Wecker. Der Wecker. یعنی ساعت زنگدار. X. X. Das Xylophon. Das Xylophon. یک از انواع وسایل اسباب چی است؟ موسیقی است. Epsilon. Epsilon. Der Yoga. Der Yoga. یوگا یک نوع ورزش است. Z. Z. Der Zahn. Der Zahn. دندان. خب اسم کس اگر در شروع کلمه بیاید اس زید تلفظ میشه و زید در شروع کلمه که بیاید پس چی تلفظ میشه؟ اس. یعنی سیستم از زید و اس سرچپه است. خب او هم شد 26 تا حرف الفابت، هر حروف الفبا بود. این حال میم سر 4 تا حرف اضافی که آلمانیا داره. اونمو چیزا هست فقط با یک ذره تغییرات. مثلا حرف از که در سرش 2 نقطه است. حرف حرف ای که در انگلیسی است، اردو آلمانی که 2 دانه نقطه در سرش است، او ای انگلیسی تلفظ میشه. ای. ای. Der Bär. Der Bär. خرس. حرف دومش چی است؟ حرف او است که در سرش 2 نقطه است. یک کمک غلیظ تلفظ میشه. او. او. Der Kopfhörer. Der Kopfhörer. گوشکی. دیگهش چی است؟ یو هست که در سرش 2 نقطه است. یا یو هست اما یه ذره خلیزتر تلفظ میشه. او. او. Die Tür. Die Tür. دروازه. و بالاخره حرف دیگهش و حرف آخرش چی هست؟ بیتاری از قوارش اما چه رقم صدا میته؟ صدای 2 دانه اس میته. یعنی 2 اس که سر در سر بانی یک ذره غلیظتر شده صدای 2 تا اس میته. مثلا در مثال Die Straße. Die Straße. سرک. خب این بود دومین درس ما که درباره حروف الفبا بود.
امید است که از این درس هم چیزی یاد گرفته باشین. ویدیوها رو با دوستایتان شریک سازید و برای حمایت از ما و برای اینکه ویدیوهای بیشتر از چینل ما را به دست بیارین و تعقیب کنید، پس چی باید بکنین؟ چینل ما را سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما را لایک کنید و اگر کدام نظر و انتقاد دارید در کامنت با ما شریک بسازید. خب این بود درس امروز ما. تا بعد که من در خدمت شما حاضر میشم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. Auf Wiedersehen. Tschüss.